سلام دوستان، تو این ویدیو قصد دارم که بهتون کمک کنم برای انتخاب دانشگاه تایید یا غیر تایید برای بچهای رشته علوم پزشکی در خارج از ایران. داستان اینه که یک سری دانشگاه هر سال لیست میده وزارت بهداشت که این دانشگاه جزء لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشتن. یعنی شما اگر از این دانشگاه مدرک تحصیلیتون رو بگیرید میتونید برگردید ایران و بعد از یه سری امتحانا مدرکتون رو تایید کنید و اجازه کار در ایران رو به دست بیارید. ولی یه سری دانشگاه ها اصلا جز این کاتگوری نیستن. من اینجا دوست دارم که بهتون کمک کنم که دانشگاهتون رو انتخاب کنید، یعنی اینکه چه دانشگاه تایید، چه دانشگاه غیر تایید، و اینکه چه به زبان انگلیسی و چه به زبان کشور مقصدتون. چون من خودم تجربه اینو داشتم که هم به زبان انگلیسی درس بخونم تو رشته دندون پزشکی، هم به زبان غیر انگلیسی تو همین رشته دندون پزشکی، و جالب اینه که هم تو دانشگاه تایید خوندم هم تو دانشگاه غیر تایید. فکر کنم که میتونم یه سری تجربیاتی که باتون در میون بذارم. اول اینکه انتخاب دانشگاه خیلی به شرایط شما بستگی داره، یعنی اینکه شما با توجه به بودجهتون و اینکه چه پیش نیازهایی اون دانشگاه یا اون کشور مقصدتون داره و خیلی چیزهای دیگه، مثل اینکه مثلا مدرک زبان میخواد یا نمیخواد، چقدر شهریه‌شه، ویزا میده اون کشور یا نه، باید تصمیم بگیرید که کجا برید. ولی این وسط شما اولین تصمیمی که باید بگیرید اینه که میخواید بعدش برگردید ایران یا دوست دارید کلا مهاجرت کنید و این درس خوندن یه راهی برای مهاجرتتون باشه. من خودم شخصا همیشه میخواستم که یعنی یه راهی باشه که از ایران برم به عنوان درس خوندن، ولی بعضیا خیلی وابسته هستن به ایران یا به هر دلیل دیگه‌ای دوست دارن که به ایران برگردن. اینجا براتون کامل توضیح میدم چجوری انتخاب کنید. یک دانشگاه تاییدا هستن که اکثرا دانشگاهی هستن که شهریه‌هاشون بالاست، یعنی اکثرا بالای 8 9 10 هزار دلار در سال هزینه شهریه دارن و بیشتر، و یا دانشگاهی هستن که امتحان ورودی خیلی سختی دارن و یا تعداد آدمایی که پذیرش میگیرن خیلی پایینه. دانشگاه‌های غیر تایید که تعداد خیلی بیشتری دانشگاه هستن، میتونه هر دانشگاه دیگه‌ای باشه که دانشگاه علوم پزشکی باشه. و شما الان وقتی انتخاب میکنید که دانشگاه غیر تایید درس بخونید، یعنی در اول انتخاب میکنید که قصد برگشتن به ایران ندارید. البته وقتی رفتید و خوندید یه راههایی برای برگشتن به ایران هم هست که براتون توضیح میدم. کاتگوری اول اینه که دانشگاه رو اول که کشور رو انتخاب میکنید با توجه به بودجهتون، ویزا که میده نمیده اون کشور. من اصلا قصد ندارم اسم کشور بیارم که کلی تر صحبت کنم. اول ببینید شرایط هستن ورود به دانشگاه رو دارید یا نه. وقتی میتونید ورود کنید الان باید انتخاب کنید. انتخاب اول اینه که شما به چه زبونی درس بخونید، یک به زبون انگلیسی یا به زبون کشور مقصد. چون اکثر حالا اگه مثلا بخواید برید انگلیس و کانادا و اینا که وضع مادیتون قطعا خوبه و قطعا همون زبون انگلیسی میخونید، ولی وقتی میخواید تصمیم بگیرید که بین انگلیسی بخونید و زبون کشور مقصد بخونید، چیزایی هست که باید از اول در نظر بگیرید. اگر شما به زبون انگلیسی بخواید پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی یا کلا رشته علوم پزشکی رو بخونید، مشکل اصلی که پیش میاد شما اونجا به عنوان یک دانشجوی درجه 2 حساب میشید. چرا؟ چون که همه استادای اون کشور توانایی این که به خوبی انگلیسی به شما درس بدن و لکچرها رو به انگلیسی داشته باشن ندارن، و اینکه شما وقتی وارد فاز کلینیکی میشید نمیتونید با بیمار ارتباط برقرار کنید، چه میدونم از کوچکترین چیزا فرمی بخواید پر کنید، چه میدونم شرح حالی از بیمار بگیرید یا هر کار دیگه‌ای که بخواید بکنید، شما نمیتونید ارتباط مستقیم با بیمار داشته باشید. پس قطعاً اون فاز کلینیکی درسی که میخونید و تا حدود زیادی از دست میدید. و اینا هم بدونید که هر کشوری که برید وقتی شما به زبان اون کشور نمیخونید، اگر حتی امکان پرکتیک توی اون کشور هم باشه، شما رو توی اولویت قرار نمیدن، چون میخواد یه زحمت اضافی داشته باشن که به شما چیزی یاد بدن به جز اینکه خودتون زبان یاد بگیرید. دومین نکته‌ای که هست، نکته مثبت انگلیسی خوندن اینه که یک دری به شما بازه. یعنی شما وقتی انگلیسی رو توی رشته تخصصی خودتون میخونید، این امکان رو دارید که به هزاران کتاب، هزار ویدیو دسترسی دارید که میتونید علمتون رو بیشتر کنید، میتونید به چیزهای آینده نگرانه تری، مثلا اگه خیلی رویای آمریکا یا کانادا یا انگلیس یا استرالیا کشورهای اینجوری دارید و امکانش هم دارید، اونو میتونید همیشه مد نظر داشته باشید با امتحانات اونجا رو دادن. ولی من به شخصه ترجیحم اینه که به زبون مادری اون کشور بخونید، یعنی به زبون رسمی اون کشور. چرا؟ چون که شما به زبون مادری یه استاد درس میخونید خیلی سخت‌تره، چون که قطعا یه زبونیه که شما بلدش نیستید. مثلا چه روسیه برید، چه اروپا هر کشوریش برید، چه چین برید، هر جا که برید
شما باید زبون اونجا که زبونی که اصلا بلد نیستید یاد بگیرید و اینکه خودش 1-2 سال زمان میبره تا اون زبون رو در حد متوسط یاد بگیرید و بعدش هم که درسایی که میخونید قطعا خیلی سخت تره، چون که وقتی شما با یک استاد نیتیو میخواید زبانتون رو یه درسی رو پاس بکنید، نمیتونید زیر سیبیل یه چیزی رو رد کنید، چون اون میفهمه که شما اینجا دارید اشتباه میگید. ولی وقتی به انگلیسی درس بخونید تو کشور سوم، شاید شما یه چیزی تون بگید، استاد نفهمه و استاد فکر کنه شاید اون بلد نیست. خلاصه این مشکل بزرگیه که دارید. ولی پوان مثبت به زبون اون کشور مقصد خوندن اینه که شما هر جا که درس بخونید، چه پزشکی بخونید، چه دندون پزشکی بخونید، حتی چه مثلا داروسازی یا مثلا پرستاری یا هر رشته فیزیوتراپی، هر رشته علوم پزشکی که بخونید، اکثر این رشته ها بعد از اینکه تموم میکنید شما باید لایسنس بگیرید، یعنی اجازه کار اون کشور رو بگیرید و برای اجازه کار گرفتن باید حتما زبان اون کشور رو بلد باشید. مثلا من الان ایتالیا هستم، حتی اگر به زبان ایتالیایی هم میگم به زبان انگلیسی هم مدرک ایتالیا رو بگیرم، اجازه کار ایتالیا رو وقتی دارم که زبان ایتالیایی هم بلد باشم به عنوان خارجی. پس همیشه یه پوان مثبت برای اینکه دانشگاه انتخاب کنید اینم باید در نظر بگیرید که بعدش اجازه کار داشته باشید، چون شاید اصلا نخواستید برگردید ایران. و پیشنهاد شخصی من اینه که به زبون مادری، به زبون آفیشیال اون کشور درس بخونید، ولی انگلیسی رو هم در کنارش یاد بگیرید. این یه قسمت زبانش. بعد میریم سراغ تایید و غیر تایید. اگر قصد برگشتن به ایران دارید، قطعا به نظر من راحت ترین راه اینه که دانشگاه تایید بخونید. اگه قصد دارید که حالا ماجراجویی بیشتری بکنید یا مثلا تو هر کشور دیگه که رفتید همونجا بمونید، پیشنهاد من اینه که زبان کشور مقصد رو بخونید. دلایل مختلفی هست، دلایل فرهنگی، این که بتونید با مردمشون ارتباط برقرار کنید، ادغام بشید تو اون جامعه، و اینکه همون که گفتم اجازه کار بگیرید. و پیشنهاد من اینه اگر دانشگاه تایید میخواید بخونید که برگردید، به نظر من انگلیسی بخونید، چون راحت‌تر، درس‌ها رو راحت‌تر میتونید پاس کنید، بالاخره بعدش برمیگردید ایران، امتحان ملی یا هر چیزی که میدید میتونید اجازه کار رو بگیرید. ولی اگر قصدتون اینه که دانشگاه غیر تایید بخونید، قصدم به این صورته که یا شما بودجه‌شو ندارید یا امتحان ورودیشو نمیتونید پاس کنید یا ویزا نمیده اون کشور، به هر دلیلی شما راهی جز اینکه دانشگاه غیر تایید بخونید ندارید، پیشنهاد من اینه که حتما به زبان اون کشور بخونید. چرا؟ یکی دلایلی که گفتم که اونجا ادغام میشید، بعد برای اجازه کار گرفتن خیلی راحت ترید، و سه اینه که اگر شما در یک دانشگاهی باشید که حتی غیر تایید باشه و برید تو اون کشور و اون کشور مثلا یه دانشگاه دیگه ای داشته باشه که تایید داشته باشه، شما بعد از اینکه اجازه کار گرفتن رو تو اون کشور گرفتید، باز به عنوان یک دانشجوی تایید حساب میشید و میتونید برگردید ایران. مثلا شما میرید روسیه، یه دانشگاه تایید میخونید، به انگلیسی میخونید برگردید، ولی وقتی مثلا میرید روسیه دانشگاهی میخواید بخونید که غیر تاییده، اگر به زبان روسی بخونید و بعدش مثلا اون دوره رو تموم کنید و اجازه کار رو بگیرید، میتونید برگردید ایران. این یه نکته دومش اینه که شما به عنوان بچه‌های علوم پزشکی هر جای دنیا که برید بخواید انتقالی بگیرید و برید یک کشور دیگه، چه میدونم مهاجرت سوم بکنید، مثلا میگم شما ترکیه درس خوندید و میخواید برید آلمان، برای مثلا آلمان رفتن این که شما مدرک داشته باشید کافی نیست، اگر هم باشه یه پروسه 5-6 ساله طول میکشه. پس حتما باید توی اون کشوری که درستون رو خوندید اجازه کار هم داشته باشه. حالا بعداً شاید توی ویدیوهای دیگه بهتون گفتم که برای هر کشوری جداگونه چه مدارکی میخواد، ولی بیسش اینه که شما اجازه کار داشته باشید توی اون کشور. قطعاً برای اجازه کار زبان اون کشور باید بلد باشید. امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه که اگر قصد انتخاب یه رشته، یه راه جدید داشته باشید، یکم براتون روشن کرده باشه که چی کار باید بکنید. توی کامنت ها برای من بنویسید راجع به چی ویدیو بسازم. من حقیقتش خیلی اهل ادیت کردن و چه میدونم یوتیوبر شدن و اینا نیستم، فقط یه سری اطلاعات دارم، راهی که خودم رفتم و واقعا کسی نبود که به من بگه که این کارو بکن اون کارو نکن. دوست دارم که با شما در ارتباط باشم و باهاتون در میون بذارم و اینم بگم که قطعا قصد اینو ندارم که بلاگر بشم یا اینکه چه میدونم پکیج بفروشم، کارهای اپلای براتون بکنم، هیچ کدوم از اینا نیست. فقط به عنوان وظیفه شخصیم که یک سری اطلاعات دارم و دور از این فضای سوشال مدیایی که هست باهاتون در میون بذارم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.